در نظرم یک بیماری هست. با ما فایده می‌آورد. باز کاری بی‌فایده نکنیم. اگر فایده نمی‌داشت با تو زنگ نمی‌زدم، لیکن باید زود او رو بری. با من گوش کن. می‌بینم تو با این کار عادت کرده. این بیماری گفتگی از صاحب ندارد. باز به سرمان بلا نآورد. چند روز باز کسی به سراغش نآمده است. نامناسبش هم معلوم نیست، یعنی بی‌صاحب. خوب مایلش، لیکن تو با دقت باش. مبادا اگر کاری خطا کنیم اکی قهرمان به ما رحم نمی‌کند. تو چی گپ رو نمی‌فهمی مگر؟ من به تو گفتم که خاطر نشو. من همه چیز رو آماده کردم. تو این وقت به خطاگی رو داده بودم. نبا به هر حال احتیاط کن. میدونی من چیکار میکنم؟ ورقه بیماریشون رو عوض میکنم. یعنی زنی رو که به شما بدهم گمان میکنن که حالا هم در بیمارخانه خوب است. مشکلی نمیخواهم. تو باز هم با دقت باش. بایلش تو پیش از اومدنت خبر ده تا اینکه من برای تو خلعت سفید آماده کنم. تو آماده کن، من کمی بعد میبرایم. اکی قهرمان گپ زن، چی میگویی؟ اکا همشیره همون یک بیمار رو یافته است. بسوی بوده است. آماده برید میگوید. بله زود روی. امروز ها مشکلی همان زیاد است. مشتریان همان انتظارند ما باشیم نغزه که خورده خوابه. به من نگه، با او گوی که بیماران دردم مرگ بوده رو نفرسته. دفعه گذشته یکیش در راه مرد. مایل شکر. چی شد؟ چی گفتند؟ انتظاریم. چی شد؟ در خصوص دختری من است؟ یک جسد یافتند. لباسهایش به دختر شما مانند بوده است. به تو چه میگویی؟ خودت نگفته بودی که دخترانی زیادی گم شده. کاش اون نباشه جناب، لیکن باید گویم ما باید به مرگ رفته جسد رو بینیم. علاج دیگر نداریم. مرگ گفتید؟ اگر یگون کس پرسد به مرگ میبرم میگویی. کمی دورتر از مرگ قبرستان است. ماشینت رو در همانجا گذار. شد فهمیدم. بیا. فهمیده باشی پول رو برور. اگه قهرمان تا حاضر است و قرضدار ماند زودتر دستگیر نشده از اینجا براره. کسی میوید. او در شعبه احیا احوالش وزنی با شما گپ زدن نمیتواند. مهم نیست آقای دکتر. اگر ممکن باشد من تنها رویش را دیدن میخواهم. مرحمت دارید. این همان زن است؟ بله، انا معلومات. یعنی همین زن را از آب برآوردند. آقای دکتر، در آنجا کیست؟ یک بیماری دیگر. سلام. بیمار رو معاینه میکردم. بیمارمون رو همین همشیره نگاه میکند. اگر یگان سوال داشته باشید مرحمت. نه، سوال ندارم. به شما برای کار. دیوانه پلیس از پس این زن بوده است. من از کجا میدونم؟ کسی ندارد گفته بودن. من او را نمیبرم. نترس، آنها کیهو بر اومده رفتن. تو فقط دوشونه به پایان میفروری و خلاص. تو چرا میترسی؟ یگان چیز شود من جواب ده.
اکنون به دستت دادی. کنی گفتم در کجا بودی؟ در خونه دوگانه‌ام بودم، گفتم مادرم رو فریب دادی، اما من به اینها باور نمیکنم. در کجا بودی دیشب؟ همراهت کی بود؟ هیچ کس. در خونه دوگانه‌ام بودم. من میدونم امینه، حالا هم دروغ میگویی. خیر دانی با من چی؟ با من کار دار نشد. امینه، این زبانت را کنده میگیرم، فهمیدی؟ سرده، این حیاتی من است، هیچ کس کار دار نشود. تو باز حیاتی خودت رو داری؟ حیاتت رو از دستت میگیری. از این پس همراهی من به این خونه میداری و همراهی من میبری. هیچگاه فهمیدی؟ با من کار دار نشد. گپ نگردون با من. من کودک نیستم. امینه بیهوده گریه نکن. اگر من سری وقت رسیده نمی رفتم چی؟ اگر به تو یگان ضرر می رسانیدم چرا در باره خودت فکر نمی کنی؟ من کودک نیستم فهمم. دختری کلون شدم. من حق استراحت کردن را دارم. تو این را استراحت میگویی؟ اکنون همین طبع است. چیکار کنم؟ من دختری کلون شدم. از برای خدا ناشکری نکن دخترم. به قدر چیزهای در دستمون بوده برس. به قدر چیزهای بوده همون برسم. شما درباره این ویرانه حرف میزنید یا اینکه درباره این دو جزدانی خالی حرف میزنید؟ یک بار به احوال زندگی‌ام نگاه کنید. دوگانه‌هایم با من گپ نمیزنند، مرا مسخره میکنند. تمام. اصلا باید این کارو کیها میکردم. حالا هم سری به کجا میروید؟ به مکتب. حجت‌هایت رو میگیرم. دیگر با اون دوگانه‌هایت وو نمیخوری، از آنها به تو خیری نمیرسه. مادر جان، التماس مرا از اون مکتب نگیرید. من در دیگر جا خوندن نمیتوانم. التماس. امینه، شاید حاضر از من میرنجی، اما بدتر من ندور میشوی. کاش مرا میفهمیدی دخترم. کاش فهمانده میتوانستم. های گوش کن. جسد رو به کجا میبری؟ وای من به غریبی کارو سر کردم. مرگ را نیافتم. مورگانه در این طرف. آنجاست. بله. خانم فریده بخیر است؟ من کمیسر عزیز. چه گپ شده است؟ دختر خانم فریده گم شده است. برای دیدن جسد آمدند. در پسی اون در تو رو نبینم دخترم. کاش تو در اونجا نباشی دخترم. کاش در پس این در مرگ نی و توی باشد دخترم. با لباس عروسی سبسفید، در سرش چادر. خوش آمدید مادر جان گویم. کاش با من از اینجا روید. دخترتون در اینجا نیست گویم. دخترتون در یک جای دور شما رو انتظار است گویم.
و من برگشته روم دخترم رو صحت و سلامت بینم. خدا جان او رو از من نگیر. Kalbim unut gitsin geçmiş acıları, alev alev yanıp küle döndü yağmurlar, hep ağladı. Alev alev yanıp küle döndü yağmurlar, hep ağladı. Kaç yarım günlere döndü. مدرایت خانم فریده. Kaç güneş söndü. Yüreğim kaçıp yandı. Odgoh man. نه من نمیدرویم. دخترم گم شده است. گفته با امید انتظار میشم. نمیتوانم. خانم فریده، باید در آمده بینید. مادر، شما در نزد شعبه پلیس چی گفته بودید؟ به خواستی خداوند کسی از این دنیا نمیگذرد. درآیید خانم فریده، شما زنی با ایمانید. به خدا توکل نموده از درآیید. تو چی کار کردی؟ آدمی زنده رو به مر برده ماندی؟ آخر آنها زنده بودنش رو میفهمند. تو عاقبتش رو حس فکر کردی؟ بیمارخانه پر از پلیس است. به این هم هنگام بردن دستگیر شدم. این خیلی بیمار لازم نیست. پیش از زنگ زدن خوب فکر کن. خیریت که نبرآوردین. پلیس ها از پسمون میشدند. انا آن وقت اکای قهرمان ما را میکشت. آنها بین اکای قهرمان زنگ میزند. گویا همه چیز رو حس میکرده باشد. مثل روباه است. بی‌قرار بودن کار را فهمید. لبا اکای قهرمان. چرا زنگ نمیزنی پسرم؟ بیمار رو به زوری آورده ایستاده ده؟ نپرسید اکا. برآورده نتوانستیم. چرا؟ با همش همشیره به عقل حد دار. او به من گفت که بیمار کسی ندارد. به ناگاه دیدم همه جا پر از پلیس است و من از اونجا گریختم. چرا امروز کارهایمان ببرانند؟ ما را کسی دعای بد کرده است. خدایا توبه. زود از آنجا خودتان رو نیست کنید. بار دیگر با آن زن همکاری نکنید. جزایش را دادنی بودم اما امروز تبم خیر است. مایل شکر. اینش هم تمام. از یک طرف سید ابله، از طرف دیگر هم شیره. چی بلای به سرمان اومد؟ مرحمت. ما برای دیدن زنی غرق شده آمدیم. نه دیگرش. طاقت کرده نمیتوانم. Aklım hiç almıyor bunlar nasıl oldu, yalan yeşerdi yeminler
soldu. Amina. Bir soldu. Kalbim Amina. unut gitsin. Geçmiş acıları alev alev yanıp küle döndü yağmurlar. Xesp selam ağladı. Alev alev yanıp küle Amina nabude است. yağmurlar. Kaç yarım günlere döndü. Ufukta kaç güneş söndü. خداوند این گونه روز را وقت نشان می‌دهد. بیایید میرویم. حاجتی در اینجا ایستادن نیست. Kaç yarım günlere döndü. Ufukta kaç güneş söndü. اوه اللهم گرم به فکرم زنده است. من چند ماه قبل جراحی شدم ولی گمان میکنم مشکلی هست. به جراحی‌های کرده من مانندی ندارد. دکترتان کی بود؟ وای من در اینجا جراحی نشدم، در خارج در انگلیس جراحی شدم و باز از شما یک خواهش دارم اگر به قید نگیرید خیلی خرسند میشوم زیرا در اینجا نزدیکانی زیاده دارم نمیخوام که فهمم. بهترش کسی که جراحی نموده باشد به همانی شانیه. مشکلی نه تنها در ریختن پوست است. من نمیکنم. این چی معنی دارد؟ شما دکتر نیستید مگر؟ چقدر شود پولش را میدهم شما جراحی کنید. راست گفتید. من دکترم، قصاب نیستم. به کارهای غیر قانونی دست نمیزنم. زود اتاقم را ترک کنید. وای با فکرم شما مرا نادرست فهمیدید. خیلی خوب فهمیدم. شما رویتان را جراحی نموده اید. سببش را نمیدونم. سری مرا در بلا نگذاشته برآمده روید لطفاً. الو اقرب با من یاری ده. من به پول کار نمی کنم جانکم. اول قرض ها را برگردم. تو نمیفهمی اقرب. نمیدونم از چی سبب پوستی رویم خسته شده است. واه واه. هم دردیم را قبول کن. خیلی زیق شدم. اگر خواهی به نزد دکتر رو تو را معالجه کنم. تو دیوانه شدی مرا مسخره میکنی؟ با این حال با بیرون برآمدن نمیتونم. خیر از این بلاها را تو به سرم آوردی. تو آن دکتر رو یافتی. وای بی تو به این حال افتادم. عصبی نشو جانکم. وگرنه پوستی رویت میریزه. الو ای برادر یک دم شین که سرم چرخ زد. اینطور باشد نگاه نکن. تو چی گفتی ابله؟ به کجا نگاه کردنم را از تو پرسم. زود از پس چشمم گم شو. نشو گذشته به آنجا شین. نشو ارهان در آقا شو. من میبرایم. بیگناهیم معلوم شد. تو نه. من؟ بله آقای شرف برایید. ادوکتم آمد. نه حاجت ندارد. یعنی ما گناه نداریم به خانه میرویم؟ آها بله. زنی غرق شده پینار نبوده است همین طور؟ شما به این باور نمیکنید؟
چرا باور نمی‌کرده؟ من به بیگناهی پسرم باوری دارم. همین طور پرسیدم پسرم. کار شما نباشد. کاش نباشد، به این هم نمیخواهیم. پسرم نجات یافتیم پسرم. چی شد؟ خواسته‌تان شد آقای شرف. میبرایید. زنی در آب غرق شده پینار نبوده است. یعنی دام گذاشته. پسرم دیگر کس بوده است. پینار نبوده است؟ بله، پینار نبوده است. از این را دیگر حاجت به نگاه داشتن شما نماند. بیانات‌هایتان را امضا نموده میتوانید روید. رفتیم پسرم. آقای شرف، به شما گفته بودم که در دست دلیل کافی ندارم، لیکن تجربه کافی دارم. از پستان هستیم. بهترش مثل دیگران آدم بر این رفتار نموده با اهل عائلتان مشغول شوید. دخترتان حالا هم یافت نشده است. خانم فریده باشد حال خوب ندارد. باز نگویید که نگفت. رفته مادر. شما رو هم خیلی زحمت دادیم اکای کمال. خیلی زحمت فریده. مهمش همینه رو یابیم. همون چی نوست؟ نه آسیه. دخترم نیز خبوتیر شده است. لابا یاسین. یاسین شما در خانه هستید؟ نه در راهیم، حاضر میرسیم. چراغتان را فروزان دیده گمان کردم که شما در خانه اید. چراغ فروزانن گفتی؟ مادر امینه برگشت. خدا را شکر دخترم برگشت. اپای فریده امینه امینه خدایا شکری آمد. Hiç ağlıyor bunlar nasıl oldu, yalan yeşerdi, yeminler mi soldu, bir soldu. پسرم تو پینو رو نگفته بودی؟ نمیدونم مادر، نمیدونم. این یک معجزه ای شد. با خدا من با او باور نمی کنم. باز مخصوص این کارو نکرده باشد. شاید از پسمون آدم مونده باشد. مادر واهمه نکنید. اگر پینو رو میافت ما را آزاد مینمود. پس او در کجاست؟ در قعر جهنم. کاش پروایش رو داشته باشم. از دستی او قریب حیاتم میسوخت. نپرس پسرم، این چی کاری کرده امون بوده. شرمنده شده. همه چیز رو میدونستم. دام گذاشته بودند و ما بیخبر. من هم در همین فکرم مادر. در آنجا بودن امان رو تنها افسون میدونست. وای وای وای. پس دیده و دانسته ما رو با آنجا فرستاد. دیده و دانسته فرستاد. ادوکتم نآمد. انی قرصون نفرستاده است.
کاری کردهش را دیدی؟ جدا میشوید گفتیم کارش را کرد. به خانه رفته از او حساب میپرسی. این کار را به پاسخ نگذار. من به خانه نمیروم مادر. حسابم نمیپرسم. همش تمام. من کمی بد میفرایم. شما به خانه میروید. پس از چند روز جایزی است که یافتم شما رو میبرم. دیگر با افسون مناقشه نکنید مادر. فهمه؟ نخواهد لازم نه. پسرم این طور آسان نیست. کنی بینیم چه جدا میشود. جدا شدن کاری آسان نیست. مادر اکنون من هم نمیخواهم. تا این وقت دائم به گپ شما گوش کردم. خواهش میکنم دیگر به من چیزی نگویید. من میفرمایم برادر. من زنگ میزنم. شرف پسرم خودت تنها در کوچه چیکار میکنی؟ مثل گفته کمیسر عزیز با عائله هم مشغول میشوم. Söylesin kim sever benim kadar, benim kadar. Söylesin kim özler benim kadar, benim kadar. Söylesin kim sever benim kadar, benim kadar. Söylesin kim özler benim kadar, benim kadar. الو اقرب، التجا میکنم با من یاری ده، حالم خوب نیست. رویم پوست پرتفته شده است. نمیدونم تا صبح چی طور میشود. شاید با بیرون بر اومدن نتوانم. کمک کن. واه واه، خیلی زیق شدم پنهان. اگر نقاب پوشی نمیشود به این عادت کرده ای، مثل روزهای پیشتره. نقاب پوش. نه، من با اون روزها برگشتن نمیخواهم. پنهان، اگر با آن روزها برگشتن نخواهی پول مییابی. افسون در کجا؟ در حجره شان خانم. گوش کن، چقدر خواهی با تو پول میدهم، لیکن التماس مرا تنها نگذار. بغیر از تو کسی دیگر رو ندارم. مرا میفهمی؟ با ادوکات هم صحبت نمودم. از من پول گرفته از این جایها بر اومده میرویم. قول میدهم. آدم داشته است، نقص دیده. الو گوش کن. الو باز رو التجا میکنم. جنزانت. شما در اینجا چیکار بکنید؟
شرف رو حبس نمودن. ادوکات که ناومد آزادش نکردن. میخواستم به تو گویم. پس شما چطور بر اومدید؟ مرا پلیس دستگیر نکرده است که شرف رو دستگیر کردن. او به ادوکات زنگ زد. ناومد. شما خاطر نشوید، من با ادوکات صحبت میکنم. چرا با من خبر ندادید خانم نبوهد؟ حاجت نمود. شرف ادوکات دیگری است. او از اونجا میبراید؟ کی؟ ها شرف امیدی نیست بود. کمیسر عزیز او رو عیبدار نمود. عاقبتش رو خدا میداند. به هر حال شما ناامید نشوید خانم نبوهد. من رفته با شرف صحبت میکنم. منش؟ البته میروی و با کجا میروی؟ دوان به نزد معشوقان میروی، لیکن نباید چیکار میکند؟ تو رو تعقیب میکند. با اون میگرید به حیا. دخترم ببین به تو شوربای گرمک پختم. دختر زیبای خودم، تو چرا با مادرت گپ نمیزنی؟ مگر با من قهری هستی؟ مگر از مادر قهر میکنن دخترم؟ مادران بعضن دخترانشون رو جنگ میکنن، اما از این نباید رنجید. کنی اکنون تبسم کن دخترم، کنی تبسم کن. دیدی همش گذشت. حق بودی، من کاری خوب نکردم، لیکن من بعد اگر به تو دست بردارم بگذار دستانم شکنم. همش از ترس بودم. اینه تو حق بودی، لیکن من در کوچه ها همه کارهای زشت رو دیدم و اگر به تو ضرر رسد دنیا رو آتش میزنم. من طاقتی دیدن عذابی تو رو ندارم. امینه از شلاقی اکدیده شلاقی سختری نیست. ما و تو برادر و خواهریم. بیا اکنون خیز از جایت خواهرکم، بیا آشتی شویم.
با او چی شده باشدم؟ بیست میگیرید. نمیدانم. با شما چیزی نگفت؟ دیشب در کجا بوده است؟ نه چیزی نگفت پسرم. من هم چیزی نپرسیدم. میترسم که اگر پرسم باز برآمده گریخته میرود. شد مادر، تمام. در این باره فکر نکنید. خدا نگه دارد. همراه ما باشد حتما روزی نقل میکند. شما استید، من رفته میبینم. اوه، خوش آمدید. چی شد؟ برای دخترتان خاطر شدید؟ یاسین، دیر کردید پدر، دیر. کاری از دستمان آمده را کردید. شما بیهوده خود را رنج دادید. رفته در بالینی گرمتون براحت خواب کنید. پسرم تمام بس کن. حوصله‌ام نمیشنود. به این آدم گویید که رود. صحبت کردن میخواهی؟ شرف امروز خیلی روز وزنین بود. برای همین هممون عصبییم. تو نمیدونی ما چرا از سر گذرانیدیم. فریده تو رو میفهمم. خوب میفهمم. امینه چی خیلی است؟ که اومد؟ در کجا بود است؟ هیچ چیز رو نقل نکرد. گپ نمیزند. چی خیلی گپ نمیزند؟ از وقتی اومدنش گپ نمیزند. چی کار کنم نمیدونم. خواهی من با او صحبت میکنم. نه شرف، اگر در روی یاسین جنجال میکند امینه باشد زخم میشود. تو حاضر رفت. یکان وقتی دیگر میایی. میروم و چی شد؟ یکان واقعه شد؟ من مکانی رفتن ندارم. یعنی چی خیل؟ منو افسون جدا شدیم. نخواد. برایت خیلی غمگینم. آخر همسرت رو دوست می‌داشتی. فریده، شبی خوش. کجا şud رفت؟ رفت. Unutmaya çok çalıştım. Sensizliğe alışırken kader gibi aklımdasın. Aşk ölür mü kalp yaşarken? Unutmaya çok çalıştım. Sensizliğe alışırken kader gibi aklımdasın. Aşk ölür mü kalp yaşarken? Kader gibi aklımdasın. من با شما چی کردم؟ با خودم.
من با oilem چیکار کردم؟ قول میدیم ما اسnav یک oile میشیم. Küskün kalbim oysa elimde ismin bıçağın ucunda kanıyor. Hala yanar mı için oysa koynumda resmin herkes unuttum sanıyor. Hala küskün kalbim oysa dilimde ismin bıçağın ucunda kanıyor. Hala yanar mı için oysa koynumda resmin herkes unuttum sanıyor. ای خداوندی بزرگ، با بنده هایی که راه گم زدند راهنما شو. پس از هر باریدن باران این تویی که آفتاب را می درخشانی. پس از هر ناخوشی ها این تویی که خوشبختی می آری. تو جگر بندم را به من برگرداندی. به حق رحمت و بزرگیت هیچ پدر و مادری را با غم فرزند امتحان نکن. از آیله همون رحمتت را دریغ ندار. تو را هزاران بار شکر میگویم. به خانه ها برای روبیچین می روم. فراش خیلی تازه کار، آنقدر تازه کار که حتی شما شرم می کنید. لیکن به خانه های افراد ناشناس نمی روم. با آدمان افلاس نو کار نمی کنم. اپامان اپای مهربان است. هنگامی دعوت خواهش نمودن، دلش رو نشکستن، با احترام مناسبت نمودنتان خیلی مهم است. به کسی لازم باشد به من واخورد. من در داخلم. در اینجا من بر این شخصی مولبداری سبزینه خوش صورت دیگر کسی نیست. نرخش ارزان است خیلی ارزان. السلام علیکم حضرت، خوش آمدند. و علیکم السلام. این چی؟ مرحمت. شخصی که این را میخواند میترسد. شنید کار میکوبی یا کار میدی؟ یک شناس دارم، خیلی زنی خوب است، 2 فرزند دارد. تا این وقت برایش کار کوبیم گفته این اعلان را آویختم، لیکن متاسفانه یگام که زنگ نمیزند. برای من لازم؟ برای چی؟ چه خیلی برای چی؟ در آنجا نوشته ای کو کاری رو بوچین. ای خیلی باشد من با او در حال خبر دیم. زود می آید. من بر شما قهوه آماده می کنم، تا نوشیدنی شما او می آید. خب میلش یک قهوه آماده. الو، صبح بخیر که قهرمان. دیروز خواهرم رو پیدا کردیم. همین رو خبر دادنی بودم. یافتید؟ شکر خدا یافتیم اکا. لیکن سخت ترسیدیم. شب در کجا بوده است؟ تو اول چیزی نگفته است. ما هم او رو مجبور نکردیم. یکان روز نقل میکند. البته خودش نقل میکند، مجبور نکنه. اکا برای حادثه دیروز عذر میخوام. به اجازت هممون به درون در آمدیم. اونها رو داشته نتونستم. هیچ غم نه پسرم، غم نخور. مهم آن که خواهرت پیدا شد. خواهش هممون همین نبود مگر؟ لیکن تو ما را فراموش نکن.
زودتر به خبرگیریمان بیا. چه خیلی که مصلحت کرده بودی. میدونم. میایم. تشکر اکا. باز نجات یافتی. اگر به پلیس خبر میدادند قسم خورده بودم که تو را به آنها می سپردم. دختر را یافتند. یافتند؟ چی گفته است؟ تا حال چیزی نگفته است. نگفتنش از تو وابسته است. حاضر به نزدش رفته دهانش را بند و به این کار خاتمه ده. اکا حاضر من چطور به نزدش میروم؟ یعنی چطور راضی میکنونمش؟ کمی وقت گذرد به نزدش رفته دلش را مییابم. چی کار میکنی کن، فهمیدی؟ اینش کار توست. چی خیل میرفته است. اگر دختر دهانش را کشاید همه امان را حبس میکنند. از این پس من گپ نمیزنم. این گپ میزند. مایلش اکا، مایلش من با او صحبت کرده کار را حل میکنم. زودتر. حالا باشد دف شو. زودتر. به من نگرید. او را تعقیب نماید تا یگان کار خطا نکند. مادر چیکار بوده است؟ پسر من با اکای کمالت کار یابید گفته بودم. او در قهوه خانه اعلان آویخته است. برای پخت و پز روی بوچینی خانه. این چه خیل می شود؟ کار کردن لازم پسرم. با نشستن نمی شود همینطور نه؟ تو کمی بدتر به خواهرت خوراک ده و از او با خبر باش مایلش. خانم امینه مرحمت کنید نهاریتان آماده است. تخم خوب نپخته است، کمی خام است، زیرا قوه برق کم بود. در نزدش پنیری رکفور، پنیری دوست داشته‌تان، کمی شور است. خصوصیتش هم همین است. مرحمت. مادرتان پس از نهاری خواستند که آماده شوید. امروز مربیتان نمی آمده است. خودتان به مکتب می روید. به خدای خواهرک برایت خیلی زیق می شود. میدانم جنجال کرده ما همدیگر رو خیلی رنجاندیم، لیکن همه‌اش گذشت. نه مادرم به جستجوی کار برآمد، من هم به قریبی به کار میبرایم. تو باشی به مکتب رفته میایی، همه‌اش مثل پیشتر می شود. حالا نمرده ایم کو؟ در حقیقت مثل پیشتر می شود. البته. چرا نمیشده است؟ تو چیزی رو به ما نقل کردن میخوایی؟ امینه از تو یک چیز میپرسم، بار اول و آخر. به من راستش رو گو. تو و سعید با هم چی رابطه دارید؟ ما یک گپ شنیدیم. تو آن شب همراهی او ماندی امینه؟ یا در دیگر جای بودی یا در خانه دوگانه‌ات؟ بله، در خانه همزیفم بودم. آن شب سعید رو تماما ندیدم. به ما سراغ خانه در کوه بوده رو دادند. ما به اونجا رفتیم. تو باری هم به اونجا رفتی؟ دیروز، امروز یا پریروز؟ نه، من به این گونه جایی نرفتم. این گونه جایی رو نمیدونم. شد تمام نپذیرم. همه‌اش گذشت.
خیزک میگو چیز خور مالش دیگر مادرم رو غمگین نکن با هفته اندامم نگر دهان بینیم رو هموار کرد عبدالله ناگاکار سیدی عبدالله سیدی عبدالله برای یک دختر شده خودت رو شرمنده نمودی من اکنون چی طور با اون دختر گپ میزنم سنم آهای چی خیلی شد با یادت رسیدم این چی خیلی گپ جانکم کاری زیاد داشتم زنگ زدن نتوانستم خیر حاضر چی میخواهی؟ هیچ یعنی اگر وقت داشته باشی و میخوردیم گفتنی بودم حاضر وقت ندارم بهترش تو با امینه زنگ زن او زود به نزدت می آید به شب نشینی ها عادت کرده است سنم ایستا گوش کن اوف چی میخواهی سعید؟ چی میخواهی؟ من برای وای به تو زنگ زده بودم سنم گوش کن با من کمکی تو لازم احوالم بد است در کدام خصوص به تو کمک کنم؟ در خصوصی امینه خیلی مهم حضرت خیلی انسان خوب است فریده از این دیده جای خوب نمیابی البته من با جان و دل روی بچین میکنم شما همراه همسر و فرزندانتون زندگی میکنید خانه این من پر از آدم است در آمد و برآمدش معلوم نیست شب و روز ندارد اکای کمال به من روی بچینی خانه گفته بودند خانم فریده خانه نی مسجد را رو بچین میکنی خب مسجد را هر سحر آمده جای نمازها و کرپاچه ها را جمع میکنید مسجد را میروبید و چنگ و غبارش را میگیرید در پس مسجد طهارت خانه داریم آنجا را تازه میکنید و باز باغچه مسجد را هم کم کم میروبید چقدر که میبینید اونقدر کار زیاد نیست مسجد هم آن خورده است گمان نمیکنم که برایتان مشکل شود شما که پر از آدم گفتید کمی حیران شدم فقط آنقدر معاش زیاد دادن نمیتوانم از خیرهایی به مسجد کرده آدمان معاشتان را میدهم اکنون آن طرفش از نصیب و تقدیرتان وابسته فهمیدم من کار رو سر کنم اون طرفش در نصیب چخیلی که گفتن در نصیبت باشد خداوند رزق را از هر جای میدید در نصیبت اگر نباشد از دستت کاری نمی آید مبارک شود فریده خانم مبارک شود نه با من ده در اینجا یک کودک بود کجا شد؟ نمیدونم دیروز همراه بر اومدن لیکن در بازگشت خانم اکسون تنها برگشت با کجا؟ با شعبه پلیس من از احوال شرف با خبر شدن میخواهم البته آخر شوهرت است رفته پرس شاید به کمکت احتیاج دارد ایستا من هم میروم اگر کمیسر عزیز اجازه دهد شرف را دیده میآیم وای من اول به دیگر جای باید روم انا بعد به نزد شرف اینطور باشد رفتم گیر سلام گوی فاطمه زود لباسای ما رو آماده کرده بعد تاکسی رو به نزد خونه جرسم زود باش زودتر کمی دورتر باشد نمی شود در همین نزدیکی ها کرایه گرفتن میخواهم یا خانه هست و کمی کلانتر است بگوید که شما تنهایید این حال بله لیکن بعدا اویله هم می آید یعنی که اویلتان از دیگر شهر می آیند از یک شهری دور اگر خواهید رفته می بینیم فقط صاحب خانه 2 ماه پیش پرداخت می خواهد به شما دشوار نمی شود جناب به شما میگویم رفته خانه رو میبینیم بله میرویم
گوش کن برادر، از پس همین ماشین راندن گیر. آپا جون اگر مخفی نباشد کی را تعقیب میکنیم؟ کلینم را. خدایا توبه، باز میگویند که کلین ها خوشدامنهایشان را دوست نمیدارند. با فکرتان این کارتان عیب نیست آپا جان؟ هیچ خیل عیب بوده است برادر، اصلا کاری او عیب است. با پسرم خیانت کرده ایستاده است. نه واه بهایا، شما خواطر نشوید. اگر لازم شود من دیگر آدم بیهوده این دختر ابله رو به خودم دردسر کردم. شلاق‌های خوردم بس نبود. من آن هزم‌ها رو در سرت میده میکنم یاسین. نوبت تو هم می آید. از تو هم قصدم را میگیرم. حالا ایست. این چی رنگ روی است سعید؟ هیچ چیز نه. اهمیت نده سنم. تو گفته من رو اجرا کن. با بهانه خبرگیری به نزد امینه را بگو که من در بیرونم. یک علاج کرده برآید. گوش کن سنم، من باید با امینه صحبت کنم. خیلی مهم است. سعید، تو با من فهمون چی گپ شده است؟ چرا تو در چنین احوالی؟ با امینه چی علاقه دارد؟ التماس سنم، مسئله حیاتی من است. نپرس. زود گفتم رو اجرا کن. میلش، میروم، اما تنها برای فهمیدن. سلام، من همسیفی امینه هستم. او با مکتب ناآمد خواطر شدم. خواستم خبر گیرم. نامم سنم. شاید نامم را شنیده باشید. من دوگانه نزدیکش هستم. امینه دیگر با او مکتب نمی رود. او را به دیگر مکتب موندیم. من خودش را دیدنی بودم. او در خانه نیست؟ او بیمار خوب است. من به او میگویم که تو آمده بودی. مالش 5 دقیقه خبر میگیرم و میروم. مالش تو رو. من به او میگویم که اومدی. اگر خواهد به تو زنگ میزند. آخر او هم اومدنی مرا دیده خرسند میشود. چرا اجازه نمیدهید؟ من نمیفهمم. شما از امینه پرسیدید؟ تنین رو از اینجا. من با تو واخوردن نمیخواهم. امینه، تو به درون درو من او رو گسیل میکنم. نه، از اینجا دفع شود. دفع شود. میلش، فهمیدم تو دیوانه شده ای امینه. دیگر به اینجا نای. دفع شد. امینه، ای تو هم رفت زودتر. من کسی رو دیدن نمیخواهم. شد رفت. آرام شو. کاش با آنجا نمیرفتم. همشان دیوانه شدند. چی شد؟ صحبت کردن نتوانستی؟ چه خیلی صحبت. امینه قریمه رو پورا میکرد. با زور نجات یافتم. احوالش وزنین است؟ اگر خواطر شده باشی رفته خودت بین. به این هم مثل مرده ها شده است. گوش کن، از این پس مرا همراه نکنید. کارتان رو خودتان حل کنید. خیر میلش، من رفتم. من مردم.
من مردم. انا خانه ای من در همینجاست. یک حجره در اون طرف هم هست. من در اونجا زندگی میکنم. انا 4-5 ماه باز در این جایم. کمبودی ها زیادند، اما با کمک مردمی محله خدا خواهد همش را برطرف میکنیم. خواطر نشوید، من به شما کمک میکنم. کمبودی ها رو برطرف میکنیم. بس است. برای او شده شرمنده دنیا شدم. اکا ماشین از نزد خانه گذشته رفت. من چیکار کنم؟ فهمو، من با او چیکار کردنش رو میگویم. چی گپ است؟ حسابات باید گیرم. آن دختر با کسی گپ نمیزند، حتی از خانه نمیبراید. چیتر با او صحبت کنم؟ اکای قهرمان سلام فرستادم. اگر او نبراید سعید به نزدش رود گفتم. مایلش به نزدش میروم. من رفتم میفهمم. تو مرا در همینجا انتظار شو. خریدین در کجاست؟ داخل است. در محکمه است. تو پسری ما رو محکم کردی؟ چی کار کنم؟ از مادرش بدتر است. آرام نمیشینه. با من نگر. زود خسته در رو کشو. تا پولم را نگیرم حتی یک تاری موی پسرت را نمیبینم. انا اینها رو گیر. باز با اوزا رو زیور میدید. خدایا کاش میمردم این روزها رو نمیدیدم. همه این تقریبا 20,000 نمیشود. این حتی نیمی قرضت نیست. حاضر همین قدر یافتم. دوامش رو یافته بعداً میارم. تلفن تو زنگ میزند. نه تو تنها آمدی؟ بله. تو را تعقیب نموده؟ نه خود. تو آن طرف را بین. شرف پسرم
حاضر کار دارم. دیرتر خودم به تو زنگ میزنم. بخیر است خانم نباهت. با شما کی لازم؟ اوه خانم افسون، مهمانی ناخوانده داری. این شما؟